یک کمک مردم آزار میدی با بدن؟ خیلی خیلی اول مردم ما را آزار میده، باز ما مردم آزار. مزاحم نان خوردن شدم. بله بیا نخور. بله. چرا غمش؟ بهترین خاطره ای که دارین چیه؟ 500 جوړه است که ما بخیردم به سیاست بدادم په 150 روپیه. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین خوب و خوش و آرام باشین. همین اکنون در جاده لیلمی و مارکتی احمدی قرار داریم، جایی که انبوهی از بوت‌های لیلامی وجود داره. ما بریم داستان بوت‌های لیلامی را با دکاندارا صحبتی داشته باشیم و ببینیم که چرا مردم بیشتر به بوت‌های لیلامی علاقه دارن. با ما باشین. همراهان نازنین، طبقی که به تصویر میبینین واقعا بوت‌های بسیار عالی با کیفیت خیلی خوب و چقدر ارزان. در این دکان توجه مرا بوت‌های اسپورتی جلب کرد به سمت خود. خب دقیقاً بوت‌های اسپورتی هم حتما لیلامی است دیگه، چون مارکت لیلامی باشه. که من همراه یک برادر صحبت داشته باشم. سلام. سلام استاد، جورست بخیر. قربان شما. مشترین یا دکاندار؟ نه دکاندار است. دکان شما نه؟ شکر. خیلی خوب. این بوت‌های اسپورتی شما هم لیلامیه؟ لیلامی است. این استوک میه. استوک. جنس اصل است، جنس خوبیش است. از کجا میارین اینا؟ ای از کراچی پاکستان میارم. از پاکستان میارین؟ خود شما؟ خود ما میارم. چه رقم هستم؟ یک برادر ما هستم. در این مارکت؟ او هم دکان داره؟ نه، خو از دو تا به دکان است. دو تا به دکان. چند وقت میشه دقیقاً این کارو میکنید؟ یعنی اما 18 سال میشه. 18 سال. خیلی خوب. چه رقم کاروبار؟ خوب است، والله شکر میگذره. تیر میشه. مردم علاقه دارن برای بوتی اسپورتی بیشتر؟ اشته نداره. بچه‌ها جوانا؟ بچه‌ها جوانا خو نمیتونه بخره، چون که او 2 روز کار نمیته. چرا نو؟ یعنی تفاوت از لیلامی با نو چیه؟ تفاوت ای جنسا که است موادی داره خارج یک مواد میسازه که او خیلی محکم است، او برای خود میسازه. ولی نو که است شرکتی است. ای که است ای برای خود میسازه، باز رای میکنه. خیلی خوب. بهترین بوتی اسپورتی که شما در همینجا دارین کدامه؟ بهترین زیاد است، همه بهترین است. هر کدام شوار داری، حرف نداره. همه جنسا خوبیش است. فرض مثال ما هرچند سلیقه خوبی برای بوتی اسپورتی ندارم، چون خود ما سپورت نمیکنم. فرض مثال اگه امیر انتخاب کنم، نمیره. این خوب است. ای برای چمن است، فهمید؟ برای چمن است. ای باز که است برای سالن است. ای جنسا. ای برای سالن است، ای برای چمن است. امی چند قیمتیه؟ این قیمتی کروس به تو بگم از 700 کمتر ندادم تا الک. یعنی اگر قرار بزی باشه ایتا که مشتری بیا باز 1200 1300 یا 1100 تبای میکنم، از 700 کمتر نمیدم. یک کمک مردم آزار میدی با بدن؟ خیلی خیلی. اول مردم ما را آزار میده، باز ما مردم آزار. نه معمولا یعنی تا به چه قیمتی بوت شما بفروشین توان نمیکنی؟ یعنی خب ما میخوایم دقیقاً داستانی بوت‌های لیلامی را پیدا کنیم که چرا بوت‌های با این کیفیت چرا قدر ارزانه؟ این تاثیری به خارج که هست، به خارج به شهروالی داده میشه، باز اونجا استفاده نمیشه، چون اونجا دکاندارا که هست 1 سال آویزان میکنه، بعد از 1 سال باز میته به دست شهروالی. مثل افغانستان وری نیست که 10 سال آویزان باشه باز تا آویزان باشه کسی نخره اون پرتوی نمیکنه. فهمیدی؟ صادقانه صحبت کنین. اگر همی بوت به 100 روپیه بفروشی توان میکنی؟ به 200 خیلی توان میکنه. به 300 خیلی توان. 400 خیلی توان. 500 یک پنجایی میمونه. قیمتی معلوم. خب همراهان عزیز، بوتی اسپورتی است که یک کرایه هم میخوره، او پنجایی هم نمیمونه. اگه کرایه بخوره، دکان کرایه باشه، خرچ مصارف باشه، باز خودم
پنجایی پیدا نمیکنه. خیلی خوب. بر علاوه بوت‌های اسپورتی که شما دارین، بوتی برای پوشیدن ساده که هسته، اونام هستنی؟ نه کلا اینا هم گفتین از پاکستان میه؟ همگی از کراچی پاکستان میه. اونجا باز از جرمن و از لندن و از همگی جای جمع میشه به کراچی پاکستان. بندر کراچی پاکستان است. باز اینجا میاد. لیلامیه؟ لیلامی است. چقدر نوه؟ اما تا نو میه. ای که هست به خارج با یک اندوال میپوشه. با اندوال خود توپا میبره او خورد کلونش او پرتو میکنه. مثل ما وری نیست که ببره باز بچه ماما خو میته بچه کاکا خو میته مثل از وری نیست. ما متوجه شدیم، یعنی بوتای لیلامی دقیقاً اون بوتایی که یک روز دو روز پوشیده میشه اوسو میندازن، درسته؟ نه ایت به خارج یک سال هم میپوشه اما تنواسم. خب گفتم از اول به تو گفتم که موادش خیلی خوب است، موادش بهترین مواد است. بوتا چقدر قیمت شو؟ قیمت از این قیمتش هست 1200 است. 1200. آخر شما به خاطر از اینکه ما به عنوان خریداولا نیامدم. خب اما شما قیمتی مقطوعی رو میگین که چقدر قیمت داره واقعا خرید. آخرینش که دیگه مشتری آخرش بره ما سر صدا نکنم، فهمید دوباره صدا نکنم که تو بیا ببری تاسو یا آخرش 800 است. 800. بیننده‌های عزیز باور کنین ما ای بس که هست به خارج بس خیلی قیمت داره، اونجا به دلار است. من میگم میاله پیش بگم ببینید واقعا ما سال هاست در هرات زندگی میکنم، به مارکت ها میرم مراجعه میکنم که بوت بگیرم نی واقعا همچون بوتی از مارکتی که یعنی لیلامی نباشه نو بخوایم بگیریم باور کنین از 4000 3000 پایینتر نمیدن و اینجا با 500 یا 600 افغانی صاحب بهترین بوت میشی. ما خیلی خوشبختیم. شرکتی هست شرکتی که هست مو 6000 5000 بخره که دو روز بپاک کنه پای درد میکنه، باز از اون بار دکتر با ما روان میکنه که تو یک جا داخل از دکان شما بوتای امریکایی هم هست دارین؟ همگی گاد میه. یک بوتی امریکایی نشون بده. ایت گاد میه. ببینم که می امریکایی‌ها چطور میپوشن. امریکایی گفته میشه. ایت کلمپا میگه امریکایی گفته میشه. و اینام در کل مجموعاً قیمت از اینا هم همونطوره دیگه نه؟ هموش 700 800 600 500 300 200 اما تا همگی هر کدام خودی قیمت داره. باز اونجا که ما میخرم به یک قیمت میخرم، اینجا باز اما خوبش سیوا میکنم اما پایینیش ارزون میتم. او خوبش که هست که ما که پیدا به بالایش میگذارم، اما پایینی که هست او کمتر میتم چون پیدا نمیخورم توانم میکنم بتای ازو. ما فکر کنم شما اومدین که اینجا بود بخرین چطور؟ ما کارم کرمش اسمونه نباشین. خوب هستین؟ شکر الحمدلله. شما خوب ان شاء الله زنده باشین. خیر باشین. یعنی به عنوان مشتری اومدین یک جوره بود بگیرین؟ کرمچ کارم کرمچه. من میخرم چیزای خوبی چیزای عالی که مارک داشته باشه، کمپانی داشته باشه، روان میکنم طرف ایران. خب شما دقیقاً میان داخل از این مارکت مثلا این تا کرمچا که هست نگاه کن. این کرمچا رو میخرین دقیقاً کجا روان میکنین؟ ایران روان میکنم. شما دیگه تجاری نه؟ تجار نه، تو من خراب ما دیگه تجاری نمونده ازی. خیلی خوب. خب پس تو گپای هم هست داخل از مارکت و بازار، درسته؟ اینا شما معمولا اینجا ارزان تر میگیرین و ها دیگه قیمت مناسب باشه جمع میکنیم. چی تو اینا به ایران میبرین؟ قاچاق نه دست باربریا میدیم. باربری کارگو اینا هست. خب اونا میبرم آدم. از ما کرایه میگیرم میبرم به اونجی. خیلی خوب. اونجا بعد ما نفر داریم مشتری داریم از من میگیرن. خیلی خوب. باز به قیمتی بسیار خوب شد اینجا. خوبه دیگه ها، قیمتش هم دیگه ها قیمت خوب میگیریم ولی تومن خیلی ضعیفه. بلکه به تومن میفروشیم نه؟ خیلی خوب. به افغانی میخریم به تومن میفروشیم بعدن تا تومن دست ما بیاد قیمت ها خیلی پایین میاد و ضعیف میشه. یعنی سود از فایده از خیلی کم میشه. یک مقایسه بکنم. این گفتین چند قیمتی دقیقاً؟ 500 درسته. شما این به ایران به چند میتونین بفروشین؟ ما اینا رو به ایران مثلا 1.5 میلیون تومان. 1.5 میلیون تومان. یعنی میشه تقریبا چون تومانی که حالا حساب بکنیم تقریبا میشه 700 افغانی. بیشتر هم میشه بفروشین؟ او بدن از ما بیشتر میفروشه و از ما که میخره اون نفر. شما به 1.5 میفروشین؟ ما 1.5 میفروشیم. ولی او ممکن به ایران به چند بفروشه؟ شاید 2 تومان 2.5 بده 2.5 میلیون. 3 تومان. آفرین 3 تومان 2.5 میلیون. بعد کرایه هم میخوره نه؟ از هرات تا خود مشهد خود ایران کرایه میخوره. بیننده‌ای که همین اکنون ما را از ایران مشاهده میکنن دقیقاً همین حال آرزو دارن داخل از این مارکت باشن، بهترین کرمچا و بوتا رو بخواه بگیرن. با ما باشین مارکت کلان با تصویر میکشیم. موفق باشین.
دقیقا داخل یک از دکان‌های دیگه میشیم و ما کوشش میکنم که انواع و اقسام بوت‌های لیلامی را اینجا به تصویر بکشم و قیمت‌هایش رو بفهمیم و داستان از بوت‌ها. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب ان شاء الله. تیار هستین؟ دکاندارین یا مشتری؟ دکاندار هستیم. خیلی خوب. در کل اینا لیلامیه؟ بله. لیلامی هم است، جنسای استوک هم است. استوک منظور شما چیه؟ استوک نو هم است، لیلامی هم است. استفاده شده بدون استفاده شده هم است. ولی در کل به قیمت لیلامیه. قیمت لیلامی. خب. میگم دقیقاً مالا شما از کجا میارین؟ اینا کاست از از کراچی میاریم. از کراچی پاکستان؟ از کراچی. از پاکستان و از دیگه کشورها میاد، از جرمنی میاد، از امریکا میاد، از لندن میاد. چرا بوت لیلامی نسبت به بوت‌های نو که است ارزان تره؟ اینا کاست اینا استفاده شده دوم جنس نو کاست اونا گرانتره دیگه خاطر نوه. ولی داشتی که بوت لیلامی داره بوت نو نداره، چرا؟ نه دیگه اونا واسه تولیدی تجارتی اینا کاست واسه خود خارجا میسازه واسه خود استفاده میکنه. خیلی خوب. خیلی خوب. باش ما بوت زنانه هم دارین اینجا؟ بوت زنانه هم هست. لیلامی؟ خیلی خوب. مثلا همینا درسته؟ نه چکمه است، موزه میگن، چکمه میگن. خب موزه. ما موزه میگن، شما چی میگین؟ من موزه میگم. چکمه که میگن؟ چکمه به پوتین؟ کی؟ پوتین کی نه؟ کفشه. خب من فکر کردم دیگه پوتین میگن. خب به هر صورت اینا در کل موزه که دختر خانم ها میپوشن، درسته؟ بله. چند قیمت از لیلامی یعنی؟ لیلامی قیمت مثلا 800 بای میکنیم، آخرین قیمت مثلا 600 700 میدیم. به 500 هم میشه؟ 500 هم بعد مشتری هم استفاده چی میکنه؟ 400. نه 400 نمیشه. 4.5. اما تو 500 هم تو چه؟ 500. خاطر ایراد کاس خیلی چنه میزنه. اگر نه چیز قیمت باشه شما 50 روپیه 100 روپیه بیشتر فایده خونل ولی نمیندازید. یعنی قیمتی که شما آخر میتونید بفروشین و توانم نکنین 500 افغانی. بله 500 افغان. بینندگان عزیز، کسایی که بالاخره چنین بوتای را علاقه داره ببینین که با داخل از این مارکت بهترین بوته با کیفیت ترین بوته میتونین با 500 افغانی صاحب شوین. درست؟ بله. ما دقیقاً خوب هستین؟ صحت خوب ان شاء الله؟ بخیرین؟ از شما ما از فکر کنم دکان درسته نه؟ بله برار باشه. خیلی قربان شما. میگم اگر قرار بزی باشه که یک بوتیر به ما پیشنهاد بدین بگین بپوش، کدام بوت به من نشان بدین؟ مثلا به شما نشون بدم اسکچر هست، خوب تبی دیگر هست، یکو هست، تبرلند هست. دیگر اگر که شما خوش میکنید چرمی هست مثلا. خیلی خوب. خب بهترین کفش کس و اسکچر تبی. قبل از اینکه از دکان شما بیرون شوم ما یک جوره بوت واسه کنم که چی تو بوتای خوش میکنین با هم. در کل امی بوتام زنانه درست؟ بله نه موزه زنانه. اینا موزه زنانه. بله نه زنانه موزه است. قیمت از اینا هم یک قسمه نه؟ نه فرق میکنه. مثلا این چند قیمتیو؟ به 1000 500 به 700 به 300 به 400. قیمتی ترین کاش لیلامی که شما اینجا دارین قیمتی ترینی به چند؟ قیمت ترینش به 1000 روپیه. ارزان ترینی که دارین؟ ارزان ترین به 400. 400 افغانی. بله. یعنی قیمتی ترین 1000 افغانیه. خیلی خوب. و معمولا گفتین که تمام از مالا خود شما که از پاکستان میاریم درسته؟ خیلی از خوب. کراچی میاریم. خیلی خوب. اما بوتی که به ما پیشنهاد کردیم کدام بود؟ اسکچر باش. این هست دیگه، نه اسکچر هست. این هست. این بندرش هست. خیلی خوب. خیلی. بله. دیگه چهار رقم که شما مایی کومای ریکار مایی کلاکس مایی چرمی مایی. این چرب چپه چه قسم؟ این چرم راسته. راسته؟ خیلی خوب. این اسکچر اورجینال اصلی طبیعی. برای دکس کمر پادر قلب شکر مریضی هیچ چیزایی اینو دوا است. چند قیمت است این؟ قیمت از 4000 روپیه. چی؟ 4000 روپیه. موضوع کمی تغییر کرد. چرا؟ خب این اصلی اورجینال است. چینایی الان به 2000 به 2500 میده، به 3000 میده. یک هفته پاک میکنه، بوی میکنه، عرق میکنه، مریضی پا پیدا میکنه، مثلا کمردرد شکم، مثلا کمردرد پادرد میشه. و خوش نمیکنه، پرتای میکنه، بوی میکنه که بوی نمیکنه، عرق نمیگیره. لیلامی هم؟ یا اصلی لیلامی. اگر بخواین مثلا از یک جای نو بگیریم چند قیمت؟ پیدا نمیشه. پیدا نمیشه. اگه پیدا هم بشه به اینجا به 10000 هم کم نمیده به شما. خب پس حتما یک کرمچ یک بوت بسیار خاصیه که چنین قیمتی داره. بخیر باشین استاد. تشکر. این چیه؟ این دیگه کمپانی طبیعی. وقتی که میگه شکر مریضی داشته باشه غند این رقم است. تلی طبیعی صاحب کو. خیلی چند قیمت ازی؟ قیمت از 2000 روپیه. اینا دیگه زیرخکی های شما نه؟ بله هستن با 700 500 400 300 حتی کوشای هم هستن. خیلی خوب. فرق میکنه. خب هر اندازه قیمت خب که ما هم قیمت کوش هستن.
ممنون شما، بخیر باشین. تشکر. همراه باشین. طبق شما تصویر می‌بینیم چقدر بوت‌های بسیار مقبولی، موزه‌های بسیار عالی با کیفیت و عالی در اینجا هست. ما داخل میشم داخل یکی از دکان‌های بعدی و دقیقاً می‌خوایم که اینا رو به تصویر بکشم. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ ساعت خوبه؟ دکان شما کدامه؟ همه دکان شما نه؟ چقدر بود دارین شما؟ خیریت؟ خیلی دارم بوتا. اینا رو بیافتین مثلی؟ بیافتم باور بکنید. بیافتم. از کجا بیافتین؟ اینو خب از پاکستان. الان از پاکستان میام، ولی از غندار میاره. خیلی خوب. خوب میدی؟ از غندار میاد. خیلی خوب. در کل شما می اجناس خورم بوتا خو اینا رو که از پاکستان میارین؟ بله، اینا از خارج میاد، پاکستان میاد، از کراچی باز میاره اینجا به افغانستان میارم. چرا مردم اینقدر علاقه‌مند برای بوت لیلامی؟ اینا حالا من اینجا یک قیمت ارزونه، بازی کوش محکم تره. فهمیدی؟ یک کوش نو کاس مثلا قیمت گران است 1500 و 2000، اینا کاس همین خوبه 500 و 400 محکم تر است. دوام خیلی داره کوش. یعنی فکر میکنین که کوش لیلامی از کفش نو که است دوام بیشتر؟ خیلی دوام داره. این دوام زیاد داره که تو آدم بین نمیگیره. کوش خوبی هم است، زیادتر به ایران مری میکنه. چه رقم بازار کار شما راضی هستین؟ راضی خواستم، ولی فعلا همین یک دو هفته میشه بازار کمی ضعیف شده. خدای مهربان است، باز بازار خوب میشه. فهمیدی؟ همینجا کلاوان هستم بگالی فعلا. مردم زیاد میان داخل؟ مردم زیاد میاد. مردم زیاد. این مارکت کاست اول همین مارکت که کشفروشی لمی اینجا آمده خیلی خوب است. مردم زیاد علاقه دارن. شما از کجای افغانستانین؟ ما از افغانستان، از غندار ولایت است. از غندارین؟ بله. معمولا فکر کنم داخل از مارکت کلگی از غندارن. همین زیرمینی کلش از غندار است. بالا کاست بچه ایرات است. چه رقم هرات بهتر دوست دارین یا غنداره؟ از لحاظ آب و هوا و فضا؟ حساب است کل یک به یک حساب افغانستان کلی از موشم یکی است. فهمیدی؟ باز ایرات است، هوا خوبی است. هرات خوش هوا خوب. ایرات ما زیاد وقت که 25 سال ماشین بیشتر خوش داره. ما همکارای ما که هست کلگی ما دوست داریم بریم یک چکری به غندار رو ببینیم که چی تو شهر و بازار. موشم کلی از افغانستان هستم، یکی میره به کابل میره، یکی به ایرات میره، یکی به غندار میره. چند سال میشه اینجا زندگی میکنین؟ یارو تو 25 سال میشه. 25 سال میشه. و چند سال میشه داخل از کارین؟ از کار همین 25 سال من خورد بودم. خود برادر آمدم اینجا. طالب همین کار هستم. من متوجه شدم داخل از دکان شما یه قسمت هایی که باید تقاضا باشه و یا بوت ها باشه نیسته. چرا؟ روز پنجشنبه یک مشتری آمد از غلاینو بود. همین کلی شکایت بدادم از اینا. یک نفر؟ من ببرد باز اینجا میپروشه. خب شما یعنی چکی امر دادید؟ چکی بدادم. جوره حساب قیمت یک جوره دادم، کلیش دادم. چند جوره بوده؟ این 500 جوره شده. 500 جوره؟ 500 جوره. خیلی شد. هر جوره به من 500 400؟ نه یه ارزون دادم. جوره 150 روپیه. به جوره 150؟ 150 روپیه دادم که نمیک چیزی بخوره اینجا. خیلی خوب. میتونه باز. حالا خب مرزای اینا بسته. با چیکار میکنین؟ جنس از کجا میارید؟ مرزای بسته از طرف ایران میه. کانتینرال به غندار میه. از طرف ایران میه. کلو خالی ما پاکستان بسته از طرف ایران میه. در داخل از بازار و از کاری که میکنین بهترین خاطره ای که دارین چیه؟ این 500 جوره است. که ما بخیردم به سیاست بدادم به 150 روپیه. خجره که توانی شنو خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. ممنون شما، بخیر باشین. دقیقا داخل یکی از دکان‌ها داخل میشیم و بریم ببینیم صاحب دکان پیدا کنیم که اینجا بوتا واقعا از کجا میایه و واقعا یک بوتای خیلی عالی هم هست. السلام علیکم. وقت شما بخیر. چی حال دارین کوکو جان؟ بخیرین؟ ساعت خوب؟ مزاحم نان خوردن شدم. بله بیا نان خور. بله. چرا غمش؟ تیار است. خوب هستین؟ شکر. شما خوب ان شاء الله. شکر خیره. تیار تام ترام.
دکان شما نه درست؟ با کرایشین هستم. خب کرایه میدین؟ اوه چند وقت میشه اینجا بوت لیلامی میفروشین؟ 20 سال 21 سال 21 سال میشه. بله. دقیقاً داخل می مارکتین؟ داخل می مارکت نمیده 21 سال. 21 سال چند سال هستین گفتم؟ 38 38. پس یعنی از اون دوران نوجوانی شروع کردین. ما ولا نجو جوان بودی شروع کردم. از کجا هستین؟ اصل از غندار است. از قندهار. بله به می هرات نشیمند زندگی میکنین؟ بله می زندگی میکنیم. سوال کوتاهی دارم. این بوتای لیلامی را دقیقاً شما از کجا میارین؟ ما خو اصل از پاکستان میرم. از پاکستان؟ بله علی از پاکستان باز از خارج میای با سمندر میای. خیلی خوب. یعنی ماهانه شما صادرات دارین میارین یعنی سالانه چقدر؟ بس سال یک دو سه دفعه صادرات داره. چه رقم بازار کاروبار؟ والله کاروبار خراب است. خرابه؟ خیلی خراب است. یعنی مردم زیاد علاقه برای بوت لیلامی داره به نظر شما یا نه؟ علاقه داره خو لیلامی جنس خوب جنس است. جنس خوبی؟ جنس خوب است. لیلامی جنس است مثلا به 13000 به 14000 تا 15000 17000 نه است. علی ما به 600 700 می نمیدم. با کجا 15 16000 با کمپانی اختیار میشه. ولی قیمت چندیه؟ علی قیمت زیاد است. اگه مثلا چونه‌های هراتی هم باشه خب سعی چنه بزنیم دگان کم میشه. کم میشه. تو هم چند می بوته میدی؟ با 400 میدی. تو هم 400. بله. بیننده عزیز واقعا داخل از این مارکت و بوت‌های لیلامی واقعا یک بوت‌های کاملا عجیب و غریب و با کیفیتی هست که آدم میتونه با پول بسیار اندکی صاحب خوب یک کفشی عالی زمستانی شود. همراهان عزیز، بازار پرجمع و جوش و مارکت پرجمع و جوشی بوت‌های لیلامی بود که کوشش کردم که یک گزارش خاصی تهیه کنم و به خدمت شما تقدیم کنیم. امیدوارم که گزارش خوش شما آمده باشه. تا برنامه بعدی بدرود.